23 ایول سال 2021 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتی زن 36 ساله ساکن جماعت دیوات راحتی نویه رودکی در آمده. از آنجا یک عدد کامرای مشاهدوی تمغه ثانی، یک عدد صورتگیرک، 3 عدد تجهیزات برای آماده نمودن صورت و دیگر اشیاءهای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدن. ضرری رسانیده شده 9720 سومونی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 31 ساله ساکن ناحیه وخش که پیش با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است و مرد 35 ساله ساکن امین ناحیه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. با دستگیر شده ها بر اساس ماده 244 از 2 تا 5 سال زندان تهدید می‌کند.